سلام دوستای عزیز، وقتتان بخیر. انشالله که خوب باشین، صحتمند باشین، سر حال باشین. تشکر که با ما هستین و همکار ما هستین. امیدوار هستم که همتان صحتمند و سر حال باشین. امروز آب و هوای سرد چیال دارین. تشکر از اینکه چینل ما رو سابسکرایب کردین. اگر سابسکرایب تا این دم نکردین، میشه که خودتان چینل موج میدیا را سابسکرایب بکنین و امروز دوستانتان هم شریک بسازین تا از معلوماتی که ما در برنامه‌های خود می داشته باشیم اونها هم مستفید شوند. ما امروز در کنار همکار ما هستم و میخوایم که درباره آب و هوای آلوده، چی در کابل باشه، چی در ولایات ما باشه یا چی در جهان باشه، چقدر برای ما تاوان میرسونه، درباره آب و هوای آلوده صحبت میکنیم و بریم بخیر برنامه را آغاز میکنیم. همکار عزیز وقت بخیر، انشالله که خودتون خوب باشی. سلام خدمت شما و همچنان سلام خدمت هموطنان عزیزم. امید که همیشان جور و صحتمند باشن. میخوایم در مورد آب و هوای آلوده چند نکته از همکار ما بشنویم. خیلی خوب. خب ما درباره آب و هوای کابل اگر صحبت بکنم، آب و هوای کابل در می اواخر شما اگر متوجه شده باشین خیلی آلوده شده و آب و هوای آلوده بر خودتان معلوم است که نه تنها که برای ما انسان ها مشکل ساز است، بلکه برای حیوانات، برای نباتات و خلقت را که خداوند خلق کرده برای کلش مضر است. انشالله ما در خدمت اولین سوال را میپرسی و بپرسم. نه خیر نمیپرسم. اولین سوال ما این است که آلودگی هوا چیست؟ فقط چند نکته بیان بکن. خب آب و هوای آلوده یا آلودگی آب و هوا از چی به وجود میاد؟ معمولا ما شما در شهر بازار میگردیم و بعض از درایورای ما بین که ما کمک انتقال سر درایورای ما بکنیم. در قدم اول خو امی موترایی را که مثلا بعض دوستای ما مثلا در شهر بازار میرانند، یکی وسایل نقلیه است، دیگه از این کسایی کارخانه دارن، بخصوص به طرف پلچرخی بگوییم یا بعض جای دیگه از شهر کابل بگوییم که دیگه استقامت ها مثلا داشای خشته است و در ضمن از مثلا کارخانه های سنگ است، در ضمن از کارخانه های پلاستیک هستن که معمولا آب و هوای آلوده از اینا سرچشمه میگیره. دیگه در ضمن از بعض وسایل دیگه هم هست، بعض از خانم‌ها هست، بعض از مادرای ما هستن که در داخل خانه به جای از اینکه سنگ سوخت بسوزن، درست است که غریبی آمده، مگم این ما باید مد نظر نگیریم که مثلا ما بخاری ماندیم گرم هستیم و بعض از هموطنان ما که در بیرون هستن اونا با هزاران مشکلات با این کارشون مواجه میشن. در قسمت اول از درایورای ما خواهش میکنیم که اگر موترکای خود پیسر خود کلکی دوست داره و این پیسه را کوشش بکنیم ما قسم پیدا بکنیم که حلال باشه، نه اینکه خدا ناخواسته در کدام مشکل به باید. بعضی موتروانای ما هستن که مثلا موتر پر میکنن یا موترشون مثلا دیزل پمپشون مشکل می داشته باشه، اوارا آلوده میکنن و خودشون دیگه تو اکسلیتر میتن دیگه از این بی‌خبر میباشن که خودشون داخل موتر گرم اما در بیرو نمیفهمن که مثلا چه قسم حالات را برای هموطنای ما پیش میره. دیگه لازم از کارخانه ها هستن که از مالکین یا مو اشخاصی که در کارخانه ها کار میکنن، خواهش ما از اونها همی است که حداقل اگر مواد استفاده میکنین کوشش بکنین که مواد با کیفیت استفاده بکنین تا امراض به وجود نبیه و هموطنای ما سر دچار مشکل نشه. و سومش هم از مدیرای گل ما خواهش داریم که کوشش بکنن دیگه که درست آب و هوا خود سرد است اما چیزایی که ممنوع است تو وجدانن خودشون باید مد نظر بگیرن که استفاده نکنن، به خاطر از اینکه مشکل ساز میشه. و بعد چهارمیش یک خواهش هم از دکتر صاحبای گل داریم که معمولا وقتی که ما زکام میشیم یا سردچار کدام مشکل میشیم یا مشکلات تنفسی می داشته باشیم، چون آب و هوا از دیگه هزاران رقم میکروب است که باعث سرطان بر ما میشه، باعث مشکلات جلدی میشه، مشکلات تنفسی میشه که هر کدام از ما مجبور هستیم پیش دکتر صاحبا بریم. و از دکتر صاحبا بازم خواهش میکنم که حداقل در مقابل رقم امراض توصیه داشته باشن و در ضمن از بتونن حداقل یک سلامت باشین، دوای خیلی خوبه برای هموطنان ما تقدیم میکنن که ما زودتر جور شود که خدا ناخواسته امروز اگر در یک پاراستامول جور میشیم بتونه خدا ناخواسته که ثواب بازمو در جاهای برسه که امکان داره که به عملیات برسه و با بعض مشکلات دیگه. سلامت باشین. و همچنان امی آلودگی هوا برای نسل بشریت چی خطر دارد؟ خطرش دیگه نیست که نسل از بین میبره دیگه. وقتی که زیاد شد، اگر شما متوجه شده باشین امی امریکا را شما ببینین که از امی آلودگی آب و هوای از اینا بخصوص امی آب آخره که مثلا در لاس آنجلس مثلا اما یه آتش سوزی که به بار آمده،
اینا درست است که مثلا آمار خدا میگن که 10 نفر 15 نفر 20 نفر مثلا مرده، اما زیاد کسایی بودن که از این آب و هوای آلودی، از اون جنگلات که با وجود از که مثلا سبزه از چیز دیگه نیست، اما در بین خود زیاد میکروبا را دارن که فعلا جانشان تلف شده و دولت امرشان هیچ چیز کرده نتونستن. سلامت باشین همکار عزیز، وقت شما بخیر. زنده باشین. تشکر از شما و امیدوار هستم که دوستانی که بیننده بودن تا این دم یا شنونده ما بودن معلومات برشان مفید تمام شده باشه و شما هم سبز باشین، هموطنان ما هم سبز باشن و بازم برشان میگم که می چنل ما رو سابسکرایب بکنن به خاطر از اینکه معلومات بیشتر ما میخوایم که در برنامه خود برشان داشته باشیم. زنده و سلامت باشین دوستان عزیز و اوقات خوب خوش براتون میخوایم. سابسکرایب فراموش نکنین. الان نگهدارتون. خداحافظ.